دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی ساکن 87 ساله محلی را به 5 سال زندان محکوم کرد. مرافعه پس درهای بسته صورت گرفت. نمایندگان دادگاه از شرح این مسئله خودداری کردند. خویشاوندان سودشونده گفتند که دانیار نبیف 87 ساله در رسانیدن کمک مادی به خویشاوندان اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گناهکار دانسته شده است. یکی از خویشاوندان محکوم شده سعید اسحاق بابایف روز 4 ینور در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که حکم روز 28 دکبر سال 2020 پس درهای بسته اعلان شده است. منبع در دادگاه اسماعیل سامانی خبری حکم نسبت نبیف را تصدیق کرد، اما به دلیل آنکه پرونده همچون مخفی محسوب می‌یابد تفصیلات نداد. من محمدی تیشایف، عضو ریاست عالی سابق مدیر شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی محمدی تیشایف گفت که طبق معلومات موجوده دانیار نبیف ماه سپتامبر سال گذشته در خانه‌اش در دهه گلبوته جماعت چیمتپه بازداشت شده است. مهری مخفی تفتیش میکنیم، ما عهده‌دار نیستیم که به این سوال شما جواب بدیم. ساختارهای رسمی درباره بازداشت و حکم دادگاه چیزی گزارش ندادند. در روزهای عید نبیف به عائله‌های محبوسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خوراک، گوشت و میوه می آورد. از این رو او را بازداشت و به زندان محکوم نمودند. تأکید کرد تیشایف. هنوز معلوم نیست که نبیف با کدام ماده‌های کودکس جنایتی عیبدار دانسته می شود. این سال که گفته شنید داشتیم اون چیزی که به امضا رسیده بود دور به همه. جالب دقت است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جزء مخالفین متحده تاجیکان بود و پس از امضای سازشنامه صلح میان حکومت تاجیکستان با رهبری امام علی رحمان و رئیس آن وقته اتحادیه مخالفین مرحوم سید عبدالله نوری، نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سالهای طولانی در مقامهای بلند در حکومت فعالیت کردند و وکالت‌های نمایندگی داشتند. می‌پرسد وکیل از حوزه جمهوریوی کبیر محمدین چلویش مرحمت گفتم. تشکر محترم رئیس. من با جانبداری از لایحه کارشناسان خاطررسان می‌کنند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در طول این دوره خود را همچون نیروی قانونی اسلامی در کشور معرفی کرده با واسطه تصدیق و مشاهده کرد که چطور رژیم رحمان تمام حرکت‌های اسلامی را در تاجیکستان نابود می‌سازد. ملت و کشور دچار چندین تهدیدها است. می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم ما با این تهدیدها روبرو خواهیم شد. این دیگر نه از پرزیدنت وابستگی دارد، نه از حکومت، نه از نهضت، نه از کسی دیگر. این بحران ها آمدنی است و آماده ایستاده است. یکیش افراطگرایی هست که به شدت و با سرعت جوانان ما را جذب کرده ایستاده است. در نهایت 29 سپتامبر سال 2015 دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اکستریمیستی و تروریستی دانسته فعالیت آن را در قلمرو کشور منع کرد. همین طریق حزب غیر قانونی اعلان گردید و امکان دفاع خود در میدان سیاسی را از دست داد. بهانه برای تعقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به اصطلاح شورش معاون وزیر مدافع جنرال عبدالحلیم نظرزاده بود که ناظران مستقل آن را بافته شده ارزیابی می‌کنند. در حقیقت غایبانه نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که با حلنامه سودی عالی فعالیت این حزب قطع کرده شده همچون تشکیلات تروریستی اعتراف کرده شده.